بله بفرمایید. بخش خدمات مشتریان برشنا شرکت. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ چه مشکل؟ محترم محمد یوسف هستم از برج تقویتی قلعه کمان جشن دو. بسیار خوب. محترم مهربانی بفرمایید مشکل چی بود؟ محترم یکی از همسایه‌های ما از وقت به شکل سوری استفاده میکنه. دست زیاد وقت میشه گفتم که برشنا شرکت در جریان باشین شما چیکار کردن میکنید؟ محترم میشه شما نمبر حسابتان برای ما به خانش بگیرین؟ بفرمایید محترم نمبر حسابتون میگیم. 32 درست است محترم. مشکل گرفته شد. انشالله که شکایت شما درج میشه و هویت شما انشالله که محفوظ میماند. زنده سلامت باشید. سلام علیکم محترم، صدای ما رو دارین؟ باشه محترم خوب هستین بخیر هستین خوب؟ سلامت باشین. تشکر. از مدیریت سم شکایت امرایتان به تماس محترم محمد یوسف هستین. بله خودم هستم محترم. برادر محترم، قبلا شما از طریق شماره 144 به خدمات مشتریان در افغانستان برشنا شرکت تماس گرفته بودین و یکی از مشکلاتی که در ساحتان امروز دچار شده بودین با همکارا تماس گرفته بودین و شکایت کرده بودین. همکارای ما در جریان هستم محترم. موضوعی که زنگ زده بودیم کارمندای ساحتان آمدن ان مشکل حل شده. مشکل برطرف است دیگه. یک مشکل آمدن کارمندای ساحتان آمدن. هدف ما می است محترم که همکارای ما چطور بود با مشکلتان رسیدگی درست صورت گرفت، مشکلتان حل شد، چیز مشکل خو ان شاء الله نبوده. سلامت باشین. در هر وقت کارمندا آمدن مشکل حل کردن محترم. شما سلامت باشین محترم. مشکل باشه ان شاء الله با شما هم زحمت خواهد بدیم. ما میخوایم که شما همیشه همراه ما همکار باشین. در ساحه هر مشکلی که متوجه میشین شماره 144 و همچنان شماره واتساپ دفتری ما در خدمتتان است. میتونین هر مشکلی که باشه از ساحه شکایت داشته باشین، با ما شریک بسازین. انشالله ما بر 3 وقت برش رسیدگی خواهد کردیم. حتما انشالله. تشکر بسیار زیاد از همکاریتان. وقتان بخیر. سلامت باشین. سلام.